چی شده مامان؟ مامان درختا رو شکوفه دادن، بغلش درخت داره. قیافش اینقدر ذوق کردی؟ آره اینجا خوشگل و مشکل شد. چی شد؟ چقدر همه اینجا خوشگل و مشکل شد. الان اینجا بهاره. آره بهار همه درختا رشد میکنن، گلا رشد میکنن. خیلی دارم و طبیعت دوست داری. روحش پیش خداست، لابه تو خاکشه. چیکار میکنه؟ نمیدونم. تو گوشت همه مریضی ها. چی دوست داری مامان از تو مریضی ها پیدا کنی هی میگی؟ میگم میخوام بزرگ شدم دکتر شم. آخه چرا؟ خب دوست دارم دکتر. خب دکتر شو چیکار کنی؟ نمیذارم مثل لابه سکته کنن. نمیذاری چی؟ مثل لابه سکته کنن. قربونت برم من مامان اینقدر تو قشنگ فکر میکنی دادت بشه. سلام بچه ها، به یه ویدیو دیگه خوش اومدید. منو ببینید. من صبح پا شدم، مامانم برام موهامو قشنگ کرد. ببینید اول این چیز کرد، بافت کرد، بافت بازی. اینجا بازی پشت مو، اینجا بافت، اینجا بافت. خب برام چتری زد، از اینا کشید. خب شما هم مثل من میخوایم بشید. به یه گندم داری چیکار میکنی؟ ها؟ نه داری کجا رو ریختی بیرون دوباره؟ ببینم قیافتو. گندو چی یه بار دیگه؟ ایرانو کردن ترکی. خب ترکی کردن فارسی. قد که همه پارسن. چی؟ مامان من و بابا میخواستیم برای تولد امروز سپرایزت کنیم. راست میگی؟ به بابا نگی. تولدم امروز نیستش که. چرا؟ نه 2-3 روز دیگه است. چرا؟ یعنی سورپرایز نداریم مقدسی. چی میگی؟ ما میدونی این عینک مال منه؟ کی گفته مال تو؟ عینک منه. الان گفتی چشم میسوزه بده بزنم. نه خیرم، مال منه عینکم. بعد اندازم هست، از چشم هم نمیفته دیگه. هم بهش دست نزنی. گندم؟ گندم یعنی چی؟